عجیبترین شغل‌های جهان. در این ویدیو عجیبترین و باور نکردنی ترین شغل‌های جهان را به شما معرفی خواهیم کرد. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. شغل‌های بسیار عجیبی در سراسر جهان وجود دارد، اما این شغل‌ها عجیبترین شغل‌های جهان حساب می‌شوند. هول دهنده مسافران در قطار. شاید شما این افراد را در ویدیوهایی که در فضای مجازی پخش می شود دیده باشید. این شغل نیز در ژاپن مرسوم و به این صورت است که در ساعات پر تردید مترو و قطارها زمانی که ازدحام مردم مانع بستن در می شود، این شخص افراد را به درون قطار هول می دهند تا درها بسته شوند. معمولا افرادی که این شغل را دارند به صورت پاره وقت کار می کنند و از بین دانشجویان یا کارمندان دیگر انتخاب می شوند. شغل بعدی بو کردن دستمال کاغذی. شاید باورتون نشه ولی این شغل واقعا وجود داره. احتمالا تا به حال متوجه این شدین که دستمال کاغذی ها یا هیچ بویی ندارند یا بوی آنها بسیار کم است. این موضوع تصادفی نیست و شخصی که این شغل را دارد زحمت این کار را کشیده است. آنها در کارخانه‌های دستمال نمونه را بو می‌کنند و در صورت که هیچ بویی ندهد اجازه تولید آن را می‌دهند. البته خیلی هیجان زده نشوید. می‌توان گفت که پیدا کردن شغلی به عنوان یک جراح راحت‌تر از به دست آوردن این شغل است، زیرا این شخص مراحل زیادی را برای اینکه یک بو کننده دستمال کاغذی شود طی می‌کند. شغل بعدی غواص توپ گلف است. اگر غواصی را دوست دارید و همزمان دوست دارید که همیشه در فضای باز و خارج از فضای داخل شرکت ها باشید، می‌خواهیم یکی از عجیب‌ترین شغل‌های جهان را به شما معرفی کنیم که احتمالاً بسیار برایتان جالب خواهد بود. غواصی برای توپ‌های گلف. افرادی که نام این شغل را یادش می‌کشند مسئول جمع‌آوری توپ‌هایی هستند که گلف بازان به اشتباه به حوضچه‌ها و دریاچه‌ها انداخته‌اند. به نظر ساده و هیجان انگیز است، اما در حقیقت از آنجایی که بسیاری از حوضچه‌ها به خوبی نگهداری نمی‌شوند، شما در این حوضچه‌ها جلبک و حتی مارهای زیادی خواهید دید. شغل بعدی امتحان کننده سرسره‌های آبی است. چند روزی از سفر خانوادگی شما می‌گذرد و کودک شما می‌خواهد که او را به جای این همه جاذبه‌های تاریخی یک جای هیجان انگیزتر ببرید. شاید یکی از مکان‌هایی که به ذهنتان برسد پارک‌های آبی است، اما نگران این هستید که مبادا سرسره‌ها برای کودکتان خطرناک باشد. پس به سراغ یکی دیگر از شغل‌های عجیب جهان می‌رویم که آن امتحان کننده سرسره‌های آبی است. این شخص همانطور که از نام شغل پیداست مسئول این است که چندین بار از سرسره‌های آبی به پایین بیاید تا از امن بودن آن اطمینان یابد. اگر تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و از این ویدیو خوشتون اومد، حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال هم سابسکرایب کنید. شغل بعدی شخصی که در صف می‌ایستد. اگر از صف‌های طولانی خوشتان نمی‌آید، راه حل ساده‌ای برای شما داریم و آن هم استخدام شخصی است که شغلش ایستادن در صف نام دارد. واقعا عجیب است. این شخص با دریافت مبلغ توافقی از سوی شما تا زمانی که نوبتتان بشود مسئول به جای شما در صف بایستد. گاهی برای خرید یک محصول که تازه به بیرون داده شده مجبورید که بیش از 18 ساعت در صف بایستید. پس میتوان گفت که این شغل بسیار کاربردی و یکی از عجیب‌ترین شغل‌های جهان است. شغل عجیب بعدی عذرخواهی کننده حرفه‌ای است. برای برخی از مردم عذرخواهی کردن کار ساده‌ای نیست، اما برای افراد دیگر گفتن ببخشید کاری بی ضرر و بسیار آسان است.
اگر شما جزو گروه دوم قرار میگیرید میتوانید یکی از شغل‌های عجیب جهان را انتخاب کرده و به کار مشغول شوید. عذرخواهی کننده حرفه‌ای در ژاپن وجود دارد که از طرف فردی که میخواهد معذرت خواهی کند یک عذرخواهی حرفه‌ای به شخص دیگر میفرستد. معذرت خواهی پای تلفن انجام یا با ایمیل فرستاده می شود. حدوداً $95 و اگر شخص بخواهد که عذرخواهی کننده حرفه‌ای رو در رو عذرخواهی را انجام دهد حدود $225 باید بپردازد. شغل بعدی تخت جمع کن هتل است. بعضی از هتل‌ها افرادی را استخدام می‌کنند که با پوشیدن لباس‌های خواب بهداشتی مخصوص زیر پتو بروند و نقش کیسه آب گرم انسانی را ایفا کنند تا تخت پیش از رسیدن مسافران هتل جمع باشد. واقعا عجیبه. و میرسیم به عجیب ترین شغل جهان، شغل بو کردن زیر بغل. کسانی که حس بویایی قوی دارند در این شغل بسیار موفق خواهند بود. افرادی که به این کار مشغولند به طور مستقیم با شرکت‌های تولید کننده دئودورانت کار می‌کنند تا مطمئن شوند محصول آنها کارآمدی لازم را دارد. این افراد در یک اتاق جمع کار می‌کنند و می‌توانند در یک ساعت زیر بغل 60 نفر را بو کنند تا با درجه بندی از 1 تا 10 تعیین کنند چه عناصری بهترین نتیجه را خواهد داشت. بسته به تجربه و سابقه کاری این افراد می توانند سالانه بین $19,000 تا $52,000 درآمد داشته باشند. ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. این بود از عجیب ترین شغل‌های جهان. به نظر شما عجیب ترین شغل بین این شغل‌ها کدام یک از این شغل‌ها بود؟ نظر خود را حتما برای ما کامنت کنید.